به مراجعم میگم که چند تا از چیزای خوب شوهرتو که هنوزم خوبه توش بگو. گفت آدم خوشبویه، به نظافتش اهمیت میده. گفتم دیگه چی؟ گفت آدم محترمیه، فحش نمیده، بیرون میریم خیالم راحته که آدم بیادبی نیست. گفتم دیگه چی؟ گفت حواسش به مایحتاج خونه و چیزایی که من میخوام و پریود من و همه اینا رو حواسش هست، میفهمه. گفتم دیگه چیش خوبه؟ گفت این که تو هر شرایطی به خانواده من احترام میذاره، توهین نمیکنه حتی اگه قهر باشیم. گفتم حالا بدیش چیه؟ گفت ابراز کلامی نداره، دوست دارم و نمیتونه بگه. گفتم که یه دونه از اونایی که نوشتی و گفتی به هم و خط بزن، اونو به من بده، من اینو بهت میدم. 2-3 دقیقه نگاه کردید، هیچ کدومشو نمیتونه خط بزنه. بعد گفتم ببین ما اصلا آدم کامل نداریم و خیلی از این ارتباط ها خراب میشه به خاطر اینکه ما گیر میدیم روی یه چیزی که اون آدمه نداره یا توش ضعیفه و خیلی چیزایی هم داره که خیلی مهمه و ما حاضر نیستیم به هیچ عنوان خطش بزنیم. وقتی خلق و خوی همون نمیفهمیم، ولی وقتی راه ارتباطی همون نمیفهمیم، وقتی که شخصیت های همون نمیبینیم، تایپ همدیگر رو نمیفهمیم، ارتباط به مسئله میخوره، ارتباط به مشکل میخوره. این اختلاف ها نیستن که باعث جدایی میشن، نوع ارتباطیه که ما خیلی وقتا بلد نیستیم که بفهمیم این اختلاف چیه، تایپ شخصیتیه، داره اصلا یا نداره، چی به جاش داره. این کاست بنفیت و سود زیان ما نمیتونیم بکنیم، خیلی وقتا تمام میشه بعد میبینیم این آدم با یکی دیگه خوشبخت میشه.